توی این ویدیو من میخوام این موزر رو به طور کامل باز کنم و دوباره سرهم و جمعش کنم. با دیدن این ویدیو میتونید یک موزر رو به طور کامل تعمیر و تنظیم کنید. تعمیر کردن و تنظیم کردن موزر خیلی قلق داره. قلقاش هم اینجوریه که شما یک موزر رو باز میکنید و دوباره همون جوری این رو میبندید، ولی میبینید که موزر دیگه مو کوتاه نمیکنه، یا صدای تراکتور میده یا موها رو به صورت جوید کوتاه میکنه. چرا؟ چون شما قلق‌ها و نکات مهم جمع کردن و باز کردن موزر رو نمیدونید. من خیلی موزر تعمیر کردم، چند تا سناریو بیشتر نداره. موزر بعد از یک مدتی موخورده ها رو میبره داخل. این موخورده ها از نظر بهداشتی یک مقدار دل آدم رو میزنه و آدم دوست داره اینا رو تمیز کنه. همچنین این موخورده ها وقتی میرن داخل موتور رو خفه میکنن و اجازه تکون خوردن به موتور رو نمیدن. پدر خانواده تصمیم میگیره که موزر رو باز کنه و این موخورده ها رو تمیز کنه. موخورده ها چون رفتن لابلای موتور به خوبی خوب تمیز نمیشن. پدر خانواده میاد موتور رو باز میکنه که موهای لابلای موتور رو تمیز کنه. به قول خودشون میخوان یه حالی به موزر بدن. حالا در بستن موزر یا دچار مشکل میشن یا موزر رو میبندن و میبینن که موزر دیگه مثل روز اول خودش کار نمیکنه. چرا؟ چون موزر تنظیم نیست و موزر از تایم در اومده. در چنین شرایطی موزر رو معمولا میبرن پیش آرایشگر سر کوچه‌شون و بهشون میگن که این موزر از تنظیم در اومده یا تعمیر میخواد، لطفاً این رو برای ما درست کنید. از نظر مردم بهترین کسی که میتونه یک ماشین اصلاح موزر رو تعمیر و تنظیم کنه آرایشگر محله است. از این بابت با هیچ کس شوخی ندارن. حتی آرایشگر محله رو از تعمیرکار لوازم خانگی بالاتر میدونن. اگر آرایشگری شما باید این رو بدونی که به عنوان یک آرایشگر شما حتما باید بتونی یک ماشین اصلاح موزر رو تعمیر و تنظیم کنی، حتی اگر خودت از ماشین اصلاح موزر استفاده نمی کنی. از نظر مردم آرایشگری که بلد نباشه موزر رو تعمیر و تنظیم کنه اصلا آرایشگر نیست. پس اگر توی خونه ماشین اصلاح موزر داری و کارهای شخصی تو با موزر انجام میدی، حتما این ویدیو رو ببین که خودت موزرت رو تعمیر کنی و منت هیچ کس رو نکشی. اگر هم آرایشگری، دیگه این ویدیو برای شما خیلی واجبه، چون میدونم توی آموزشگاه‌های آرایشگری تعمیرات موزر رو به شما یاد نمیدن. حالا اگر فردا روزی یک نفر موزرش رو بیاره پیش شما و بگه این رو برام تعمیر کن و شما بگی من بلد نیستم، واقعا آبروت میره. اما قبل از اینکه من آموزش تعمیرات کامل موزر رو به شما یاد بدم، لطفاً 5 ثانیه وقت بذارید این ویدیو رو لایک کنید، کانال رو هم سابسکرایب کنید که من حمایت بشم و این ویدیو به آدم‌های بیشتری نشون داده بشه. با این کار شما این ویدیو میرسه به دست اون کسی که واقعاً بهش احتیاج داره. من توی کانالم از 0 تا 100 آرایشگری رو به صورت کاملا تخصصی و البته کاملا رایگان در اختیار شما قرار دادم. پس لطفاً من رو دنبال کنید که با دنبال کردن من کلی اطلاعات تخصصی راجع به آرایشگری یاد میگیرید. یه لطف دیگه هم بکن، اون زنگوله کنار ویدیو رو هم فعال کن که هر وقت من ویدیو جدید گذاشتم شما متوجه بشید و اون رو ببینید. این موزری که دست منه یک موزر خیلی قدیمیه. من این رو 14 ساله که دارم. این روزا دیگه باهاش کار نمی‌کنم، ولی از لحاظ معنوی خیلی برام ارزشمنده، چون من اون روزهای اول با این موزر کارم رو شروع کردم. می‌بینید که قابش هم شکسته، سیمش هم کوتاه شده، ولی کار ما رو برای این ویدیو راه میندازه. یک مدت خیلی زیادی این موزر برای من کار کرده و شاید وظیفه آخرش این باشه که تعمیرات کامل موزر رو به شما آموزش بده. قبل از باز کردن موزر حتما یک کاسه کوچیک مثل این بذارید کنار دستتون و هر پیچی رو که از موزر باز می‌کنید بندازید داخل این کاسه. موزر خیلی قطعات ریز داره و اگر یه دونه از اونها گم بشه دیگه کار نمی‌کنه و شما کارتون لنگ میمونه. این کاسه خیلی واجبه. به این قسمت موزر نگاه کنید، به این میگن آسانسوری. وظیفه آسانسوری چیه؟ وظیفه آسانسوری اینه که تیغه روی آسانسوری سوار بشه و وقتی من این اهرم رو فشار میدم آسانسوری حرکت میکنه و تیغه ماشین رو به سمت جلو و عقب حرکت میده. آسانسوری یکی از قطعاتیه که توی موزر خیلی زود خراب میشه. وقتی هم که خراب میشه لق میزنه. حالا یا اینجوری لق میزنه یا وقتی تیغه رو اینجوری تکون میدید تیغه اینجوری لق میزنه. با لق شدن آسانسوری تیغه پایینی و تیغه بالایی یک مقداری از هم فاصله میگیرن و دیگه اون فشاری که برای کوتاهی مو لازمه رو روی هم نمیارن و دیگه موزر موها رو کوتاه نمیکنه و موها رو به صورت جوید کوتاه میکنه. البته آسانسوری یک مقداری به صورت طبیعی لق میزنه. این مقدار لقی طبیعیه و مشکلی نداره. ولی اگر لقی این تیغه بیشتر از این بود شما باید این آسانسوری رو تعویض کنی که موزرتون کار اصلی خودش رو انجام بده. برای تعویض آسانسوری شما باید این دوتا پیچ تخت رو باز کنی.
برای باز کردن این دوتا پیچ از یک پیچ‌گوشتی بزرگ جوندار استفاده کنید، چون اگر از پیچ‌گوشتی کوچیک استفاده کنید مثل این پیچ ها آسیب میبینن و خورده میشن. خب من این پیچ ها رو باز میکنم. پیچ ها رو بندازید داخل کاسه که گم نشن. تیغه ثابت، به این میگن تیغه ثابت، به این هم میگن تیغه متحرک. این دوتا تیغه رو تمیز کنید و بندازید داخل کاسه. حالا این ماشین تمیزه، ولی معمولا این دوتا تیغه رو که باز میکنید توی این شکافی که اینجا قرار داره پر مو خورده است. اول مو خورده ها رو تمیز کنید، بعد بندازیدشون توی کاسه که گم نشن. این نمدی رو میبینید، وظیفه این نمدی اینه که نذاره مو خورده ها برن داخل ماشین. حالا این نمدی توی این ماشین تمیزه، ولی این نمدی معمولا پر مو خورده است و در اثر روغنکاری ماشین خیلی چرب میشه. اگر این نمدی مثل این تمیز بود یا قابل تمیز شدن بود، این نمدی رو تمیز کنید. اگر هم پاره شده بود یا خیلی دیگه کثیف بود، یک نمدی مثل این بخرید و یکی براش درست کنید و بندازید اینجا. من این نمدی ها رو معمولا از دکمه سره ها میخرم. بعضی از مشتریان میان به جای این نمدی که اینجاه دستمال کاغذی یا پارچه میچپونن این تو. این کارو نکنید، چون موزر خفه میشه و این چکشی ماشین اصلاح دیگه نمیتونه حرکت کنه و ماشینتون دیگه موها رو کوتاه نمیکنه و خیلی بهش فشار میاد. حتما از نمدی استفاده کنید. یه پیچ دو پهلوی ریز اینجاست. برای بیرون آوردن آسانسوری باید این پیچ رو با یک پیچ‌گوشتی خیلی ریز باز کنید. با فازمتر نمیشه. فازمتر یک مقداری براش بزرگه. ببینید فازمتر نمیچرخه اینجا. باید حتما یک پیچ‌گوشتی تخت ریز برای باز کردن این پیچ استفاده کنید. خب این پیچ رو اینجوری در میارید و میندازید داخل کاسه. حالا آسانسوری رو میخوام به صورت کشویی باز کنم. حواستون باشه یک فنری اینجاست، این فنر گم نشه. وظیفه این فنر اینه که آسانسوری سر جای خودش محکم وایسه و اینجوری حرکت نکنه. اگر این فنر گم بشه، موزر موها رو به صورت جویده کوتاه میکنه. حواستون باشه که این فنره گم نشه. فنر رو من در میارم و میندازم داخل کاسه. اینم از آسانسوری. حالا اگر آسانسوریتون خراب بود، این آسانسوری رو فنر رو میندازید، آسانسوری به صورت کشویی میره سر جاش، پیچ رو میبندید، تیغه ها رو هم سوار میکنید. حواستون باشه که این فنر اینجا قرار نمیگیره. این فنر در بین این زائده و این زائده بالایی قرار میگیره. اینجوری در بین این زائده بالایی و این زائده پایینی قرار میگیره. بعضی وقتا این زائده شکسته میشه و شما مجبوری یک قاب زیری کامل برای موزر عوض کنید، چون این زائده شکسته شده. حالا بریم سراغ این دوتا پیچ خورشیدی ماشین اصلاح. این دوتا پیچ به صورت خورشیدی هستن، ولی یک جوری اونها رو طراحی کردن که میشه با یه فازمتر اونها رو باز کرد. پیچ ها رو باز میکنم و میندازم داخل کاسه که گم نشن. باب رو هم بر میدارم و میذارم کنار که گم نشه. به این قسمت ماشین اصلاح میگن بوبین یا سیم پیچ. وقتی برق از طریق این سیم وارد ماشین اصلاح میشه، از این کلید عبور میکنه و میره داخل این بوبین و سیم پیچ. بوبین وقتی که برق دار میشه تبدیل به آهنربا میشه و این چکشی رو، به این قطعه میگن چکشی، این چکشی رو به سمت خودش جذب میکنه. ببینید زمانی که چکشی جذب میشه، این قسمت ماشین اصلاح، نگاه کنید، این قسمت به این سمت حرکت میکنه. حالا تیغه ماشین اصلاح به اینجا وصله و با جذب شدن چکشی توسط سیم پیچ به این سمت حرکت میکنه. در واقع چکشی جذب بوبین میشه و بعد دوباره میاد سر جای اولش و بعد دوباره جذب میشه و این حرکت رفت و برگشتی چکشی باعث حرکت چپ و راستی تیغه میشه و موها برش میخورن. اینجا یک سوالی پیش میاد که آدم‌های باهوش متوجه اون میشن و اون اینه که اگر بوبین تبدیل به آهنربا میشه و چکشی رو به سمت خودش جذب میکنه، چجوری ولش میکنه تا چکشی بره سر جای اولش؟ خیلی دوست دارم بهتون بگم که این دوتا فنری که اینجا هستن چکشی رو میارن سر جای اولش و کار خودم رو راحت کنم، ولی این حقیقت نداره.
وظیفه این دوتا فنر اینه که ارتعاشات و ویبره ماشین رو کم کنن و این دوتا فنر اینقدر قدرت ندارن تا چکشی رو به سر جای اولش بکشونن. خب سوال بدون جواب مونده دیگه، چجوری این چکشیه برمیگرده سر جای اولش؟ ببینید توضیح دادن این قضیه خیلی سخت و تخصصیه و من برای توضیح دادنش باید نصف کتاب‌های الکترونیک رو درس بدم، ولی من به صورت خیلی خلاصه و یک خطی توضیح بدم. برعکس اون چیزی که بیشتر مردم فکر میکنن، برق شهر مثبت 220 ثابت نیست. به برق شهر میگن برق متناوب. یعنی چی؟ برق شهر بین مثبت 220 و منفی 220 در نوسان. ممکنه الان که من دارم با شما صحبت میکنم برق شهر مثبت 220 باشه و یک لحظه دیگه منفی 220 باشه. این نوسان برق بین مثبت 220 و منفی 220 50 بار در ثانیه اتفاق میفته که بهش میگن فرکانس. حالا چرا این کار رو میکنن؟ مگه مرض دارن برق رو بین مثبت و منفی 220 بالا پایین میکنن؟ همینقدر بدونید که با این کار برق دوربرد میشه. یعنی چی؟ یعنی برق متناوب رو ما میتونیم توی سد دز خوزستان تولید کنیم و این رو بفرستیم مشهد. اگر برق فرکانس و نوسان نداشته باشه این مسیر طولانی رو طی نمیکنه. حالا ما کاری نداریم، این بحث خیلی تخصصیه. همه اینها رو گفتم که به اینجا برسم. ببینید وقتی که برق مثبت 220 ولت، بوبین آهنربا میشه و چکشی رو به سمت خودش جذب میکنه. وقتی که برق منفی 220 ولت، این آهنربا چکشی رو دفع میکنه و میاد سر جای اولش. مثبت 220 جذب میشه، منفی 220 دفع میشه و این جذب و دفعی که اینجا انجام میشه باعث حرکت این چکشیه و تیغه به این سمت اون سمت میشه و موها بریده میشن. به مرور زمان موخورده ها از اینجا وارد مضر میشن و این فضای بین چکشی و بوبین رو پر میکنن. موخورده ها نمیذارن که چکشی تکون بخوره و مضر دیگه کار نمیکنه. شما باید ماشین اصلاح رو باز کنی، موخورده ها رو از لابلای بوبین و چکشی تمیز کنی و دوباره ماشین رو ببندی سر جاش. ببینید بوبین دو تا پیچ خورشیدی بزرگ داره ولی یک جوری طراحی شدن که با یک پیچگوشتی تخت بزرگ میشه اونها رو باز کرد. من این پیچا رو باز میکنم. حواستون باشه که سیم بوبین خیلی ظریف و نازکه. حواستون باشه این سیم رو نبرید. من یک بار این سیم رو بریدم و با چسب این رو ترمیم کردم. اگر این سیم ببره دیگه کلا باید بوبین رو تعویض کنید که قیمت نسبتا گرونی هم داره. این سیم رو میارم این طرف. شانس ما هم جلوی مغازه امروز دارن میلگرد خالی میکنن. صدای میلگرد افتاده داخل فیلم. امیدوارم که صدا به درستی به شما برسه. با بیرون آوردن بوبین، کلید و سیم رابط ماشین اصلاح هم جدا میشه. من اینها رو میذارم کنار که آسیب نبینن. همیشه اول بوبین رو باز کنید بذارید کنار، چون جلوی دستتون آزاد میشه. هم سیم پیچ بوبین خیلی نازک و ظریفه و ممکنه در حین باز کردن این سیم قطع بشه. اون موقع شما مجبوری یک بوبین بخری که تقریبا گرونه. پس همون اول بوبین رو در میارم، میذارم کنار و خیال خودم رو راحت میکنم. سر همین قضیه من یک بار این سیم بوبین رو بریدم و با چسب درستش کردم. شما دیگه اشتباه من رو تکرار نکن و اولین کاری که توی باز کردن مضر میکنی این باشه که بوبین رو جدا کنی و بذاری کنار که جلوی دستت آزاد باشه که اگر این رو چرخوندی اون سیم بوبینه قطع نشه. حالا میخوام چکشی رو باز کنم. این پیچ تنظیم قدرت رو تا جایی که میتونم به سمت بیرون شل میکنم. این پیچ رو حتما بیارید بیرون که فشار از روی این دوتا فنر باز شه و این دوتا فنر به راحتی آزاد بشن. بعد با این فازمتره این فنرها رو با احتیاط میارم بیرون و میندازم داخل کاسه که گم نشن. برای درآوردن این جای فنر پلاستیکی این پیچ رو هم درارم، پیچ مشکی هم درارم، به این میگن پیچ تنظیم قدرت. برای درآوردن جای پیچ پلاستیکی حتما باید پیچ های چکشی رو باز کنید. چکشی جدا میشه و این هم آزاد میشه. پیچ ها رو درارم. حواستون باشه که این پیچ ها واشر دارن، واشرشون رو گم نکنید. حالا با آزاد شدن چکشی این جای فنر پلاستیکی هم آزاد میشه و این رو میندازم داخل کاسه. این تیغه رو هم بندازم اینجا که گم نشه. چکشی رو هم میذارم کنار که جلوی دستم نباشه. میرسیم به قسمت اهرم و دنده های ماشین اصلاح.
برای باز کردن اهرم و این تشکیلات دنده های ماشین اصلاح، اول این فنر رو آزاد میکنم. این فنر حتما باید آزاد شده باشه. این پیچ دو تا نقطه داره. نقطه اول این که این پیچ از نوع خورشیدیه و شما یک پیچ گوشتی خورشیدی مخصوص این نیاز دارید. نقطه دوم این که این پیچ برعکس همه پیچ‌های به صورت خلاف جهت عقربه‌های ساعت صفر میشه و در جهت عقربه‌های ساعت شل میشه. در اصطلاح به این پیچ میگن پیچ چپگرد. البته موزرهایی هم داریم که این پیچشون به صورت راستگرده، ولی اون موزرها خیلی کمیابن. بیشتر موزرها پیچشون از نوع چپگرده و برعکس باز و بسته میشه. من این پیچ رو باز میکنم و میندازم داخل کاسه. فنر رو هم در میارم، میندازم داخل کاسه. اهرم رو جدا میکنم و این رو هم میندازم داخل کاسه و حالا میریم سراغ فنر و قفل فنر. برای باز کردن این فنر با این فازمتر از این جلوی فنر یک مقداری اون رو جابجا کنید. فنر باز میشه. کلید رو هم میتونید اینجوری در بیارید که بندازید داخل کاسش. حالا موزر کاملا باز شده و شما میتونید این قاب‌های موزر رو با کف و صابون بشورید و اونها رو خشک کنید و یا در صورت خرابی این قاب پایینی یا این قاب بالایی این قاب‌ها رو عوض کنید و دوباره موزر رو سرهم کنید. حواستون باشه زمانی که میخواید قاب رو عوض کنید حتما جنس خوب و اصلی بگیرید. شما میرید فروشگاه و میگید یک قاب زیر موزر میخوام، به شما میگه آقا مثلا یه قاب دارم 100 تومن، این رو دارم 200 تومن، این اصلی 250 تومن، شما سعی کن اون 250 تومنیه رو بگیری، چون جنس های بدل چند تا مشکل داره. یکی این که پلاستیکشون خوب نیست و موقعی که شما دارید پیچ ها رو صفر میکنید این جای پیچ ها ترک میخوره. یه دونه از اینها هم ترک بخوره کلا ماشین اصلاح شل کار میکنه و به زودی زود ماشینتون خراب میشه. نکته دیگه هم این که قاب پلاستیکی فیک و بدلی یک مقداری تاب داره و میزون استاندارد نیست. شما سعی کن حتما جنس اصلی و جنس خوب بگیری. حالا میخوام موزر رو جمع کنم و تمام وسایلی رو که در آوردم دوباره بندازم سر جاش. اصلا اینجوری نیست که فکر کنید جمع کردن موزر برعکس باز کردنشه. جمع کردن موزر هم یک نکات ریزی داره که باید حتما تا آخر ویدیو رو ببینی. پس لطفاً همینجا قطعش نکن، تا آخر ویدیو ببین. یک نکاتی هست که باید حتما بدونی. اولین کاری که باید بکنید اینه که این فنر رو با این کلید جا بندازید. یک مقداری فنر رو باید بکشید تا فنر شارژ بشه، چون این فنرها در طی زمان انرژی کشسانیشون تحلیل میره. شما با کشیدن این فنر به این سمت یک مقداری این فنر رو شارژ میکنی و فنر اون خاصیت اولی خودش رو به دست میاره. کلید رو جا میندازم. حواستون باشه که این کلید، من بیارمش نزدیک، یک زائده پلاستیکی داره. این زائده باید به سمت بالا باشه. خب کلید رو من جا میزنم، زائده به سمت بالا باید باشه. حالا فنر رو جا میندازم. فنر میره داخل این شکاف. یک مقداری باش بازی کنید. خب فنر رو با یک فازمتر جا میزنم. خب اینم از کلیدش امتحانش میکنم که سالم باشه. حالا باید این اهرم رو جا بزنم. اهرم به این صورت جا میخوره. خب فنر دنده رو هم یک مقدار میکشم که شارژ بشه. این رو به این صورت از زیر، حالا این رو از زیر، ببینید از زیر دارم این رو میذارمش اینجا. پیچ خورشیدی رو باید ببندم. پیچ خورشیدی بهتون گفتم که برعکس باز و بسته میشه. البته در بیشتر موزرها، بعضی از موزرها هم هستن که پیچ خورشیدیشون مثل بقیه پیچ ها. خب من این پیچ رو زیادم این پیچ رو صفر نکنید، چون ممکنه قاب پلاستیکی ماشین اصلاح رو بشکنه. حالا این قسمت فنر رو میارم و گیر میکنم به این زبانه‌ای که اینجاه. اینجا میشه، گیر میکنه به این زبانه‌ای که اینجاه. خب حالا سیستم فنر رو امتحان میکنم. ببینید خب الان کار میکنه. حالا این کلید رو میدم عقب. من دنده ها رو امتحان میکنم که مطمئن بشم اهرم و دنده ها درست دارن کار میکنن.
حالا توی این مرحله باید آسانسوری و فنر رو جا بزنم. برای جا زدن فنر یک مقدار آسانسوری رو اول داخل کشو ببندید، بعد فنر رو بیارید و سر جای خودش بین اون دوتا زائده قرار بدید. آسانسوری رو تا نصفه میارم، بعد فنر رو میذارم سر جاش بین اون دوتا زائده و آسانسوری رو میبرم جلو. خب حالا میخوام پیچش رو صفر کنم. ببینید من دوربین رو بیارم جلو، این اهرم رو که میچرخونید اون سوراخی که باید پیچ داخلش صفر بشه مشخص میشه. دستتون رو باید بذارید روی این اهرم و بعد این پیچ رو صفر کنید. حالا آسانسوری رو امتحان میکنم و مطمئن میشم که آسانسوری سر جای خودش قرار گرفته و لق نمیزنه. اگر آسانسوری لق بزنه به این صورت یا مثلا اینجا باز و بسته بشه، موزرتون دیگه کار نمیکنه و موها رو به صورت جویده کوتاه میکنه. میبینید که سر جای خودش محکمه. خب حالا باید چکشی رو جا بزنم. اول این جای فنر پلاستیکی رو میذارم سر جاش، حالا چکشی رو میذارم سر جای خودش، پیچ‌هاشو میبندم، ولی پیچ‌هاشو به صورت شل ببندید. اصلا نمیخوام پیچ‌هاش محکم بشن چون با چکشی خیلی کار دارم. من چکشی رو میبندم. توجه کنید که اینجای قاب یک سوراخ داره، اینجای چکشی هم یک سوراخ داره. این دوتا سوراخ باید در امتداد هم و روی هم باشن که موزرتون به صورت تنظیم و تایم کار کنه. اگر این دوتا سوراخ روی هم نباشن، موزرتون روی تنظیم نیست و تایم گیری نشده و خوب کار نمیکنه. این سوراخ روی چکشی رو با این سوراخ قاب یکی کنید. خب حالا این پیچ تنظیم قدرت رو جا میزنم، فنرها رو جا میندازم، خب با انداختن فنرها میبینید که چکشی از تایم در اومده. چکشی رو تایم گیری میکنم و سوراخ ها رو در امتداد هم قرار میدم. حالا چکشی تایم گیری شده. ببینید بعضی وقتا هست، الان این چکشی خیلی خوبه، بعضی وقتا هست این چکشی کلش اومده بالا و شما اینجوری که چکشی رو فشار میدی این کله چکشی اینجوری بالا پایین میکنه. این اشتباهه. نباید کله چکشی اینجوری بالا پایین بره. چکشی باید اینجوری محکم سر جای خودش قرار گرفته باشه و این قسمتش تخت کف ماشین اصلاح باشه. اگر سر چکشیتون بالا بود، یه واشر بندازید زیر این پیچ عقبیه، اون موقع سر چکشی میاد پایین و موزرتون خیلی خوب کار میکنه. حالا بوبین، کلید و سیم رابط رو میخوام جا بندازم. این از بوبین خیلی با احتیاط عمل کنید چون سیم بوبین خیلی ظریفه. کلید رو هم میذارم سر جای خودش و این هم از سیم. یک نکته راجع به این سیم به شما بگم. ببینید سیم اصلی موزر اینجوری نیست که اینجاش گره خورده باشه. این سیم تعمیر شده. موزرها معمولا یک خرابی شایعی دارن که سیمشون از اینجا قطع میشه. من اومدم این قسمتی که قطع شده رو از اینجا بریدم، این قسمت رو پرت دادم و اومدم یک گره اینجا زدم، یک سر سیم رو دادم به کلید، یک سر سیم رو دادم به بوبین. وظیفه این گره چیه؟ وظیفه این گره اینه که وقتی این سیم کشیده میشه، این کشیدگی رو به کلید و بوبین انتقال نده و ضربه رو خنثی کنه که سیم ها قطع نشن. حالا جلوتر بهتون میگم که چرا این سیم از اینجا قطع میشه و چه کار کنیم که این سیم این اتفاق براش نیفته و خراب نشه. پیچ های بوبین رو میبندم. پیچ ها رو زیاد سفت نکنید. اگر این پیچ ها زیاد سفت بشن جای پیچ شکسته میشه. اینقدر هم شل اونا رو نبندید چون اگر شل باشن موتور و تجهیزات موتور به صورت ویبره کار میکنه.
حالا میرم سراغ بستن تیغه های ماشین اصلاح. اولین کاری که میکنم اینه که نمدی رو میذارم سر جاش که موخورده ها وارد قسمت محفظه موتور نشن. به این تیغه مشکی کوچیکه میگیم تیغه متحرک، چون اینجا قرار میگیره و به این صورت تکون میخوره که موها برش داده بشن. به این تیغه سفید بزرگه هم میگیم تیغه ثابت، چون سر جای خودش ثابته و تکون نمیخوره. ببینید این چکشیه در دراز مدت، جنس چکشی از پلاستیکه، در دراز مدت یک مقداری خورده و سابیده میشه و یک سایز کوچیک‌تر میشه. زمانی که این تیغه متحرک رو میندازید روی چکشی نباید این تیغه لق بزنه. الان این چون یک موزر خیلی قدیمیه تیغه داره روی چکشی لق میزنه. شما با انگشت اینجوری روی تیغه بکش. اگر این قسمت چکشی رو با انگشتت حس کردی نشان دهنده اینه که چکشی آسیب دیده و یک سایزی کوچیک‌تر شده. چکشی اگر کوچیک بشه ماشین اصلاح صدای تراکتور میده و موها رو به صورت جویده کوتاه میکنه. باید چیکار کنیم؟ باید با چسب نواری، این البته چسب نواری کاغذی خیلی بهتره، من چسب نواری کاغذی ندارم، مجبورم از این چسب‌های معمولی استفاده کنم. یک چسب نواری بندازید روی این قسمت تیغه، چسب نواری کاغذی، من کاغذی نداشتم که اینو انداختم. بعد این رو بذارید، تیغه متحرک رو بذارید روی چکشی، اینجوری که دست بکشید دیگه شما چکشی رو احساس نمی کنید. این کار باعث میشه چکشی دیگه آسیب بیشتری نبینه و سایز کوچیک نکنه، کارتون رو راه میندازه. بعد این تیغه ثابت رو بذارید اینجا، پیچ ها رو به صورت شل ببندید چون میخوام تیغه ها رو تنظیم کنیم. توجه کنید که این تیغه متحرک یک مقداری جابجا میشه و به عقب و جلو میره و به شما اجازه تنظیم این دوتا تیغه رو میده. اگر تیغه متحرک این مشکی جلوتر از سفیده باشه، این سفید این مشکی جلوتر از سفیده باشه، موزر شما پوست رو پاره میکنه، اصلا زخم میکنه. اگر این دوتا تیغه لب به لب هم باشن موزر صفر میزنه ولی پوست رو گاز میگیره، اذیت میکنه. بهترین روش برای تنظیم دوتا تیغه اینه که تیغه متحرک مشکی یک مقداری در حد نیم میلیمتر، یک مقداری پایین تر از تیغه ثابت سفید باشه. این بهترین وضعیتیه که یک موزر میتونه از لحاظ تیغه داشته باشه. من این رو تنظیم کنم و به شما نشون بدم. این بهترین حالتیه که تیغه موزر میتونه داشته باشه. میبینید که تیغه متحرک خیلی ریز اندازه نیم میلیمتر از تیغه ثابت عقب تره. بعضی وقتا برای اینکه تیغتون جلوتر بره مجبورید این دوتا پیچ رو باز کنید، یک مقداری چکشی رو بدید جلوتر تا این تیغه متحرک هم یک کم بره جلوتر که قشنگ تنظیم بشه. خب حالا میخوام موزرم رو بزنم به برق و اون رو امتحان کنم. خب حالا موزر رو روشن میکنم. میبینید که موزر خیلی نرم داره کار میکنه. اگر موزرتون صدای تراکتور داد این پیچ تنظیم قدرت رو تنظیم کنید که صدای تراکتورش از بین بره و حتما هم تیغه رو روغن پارافین مایع بزنید که مشکلی برای موزر پیش نیاد. خب حالا من قاب بالایی رو هم میبندم و کار رو تموم میکنم. یک توضیحات تکمیلی هم باقی مونده، اونها رو هم بگم و دیگه ویدیو رو تموم کنم. موزر یک ماشین اصلاحیه که با مغناطیس کار میکنه. هر چقدر مغناطیس بیشتری تولید کنه میتونه آهنربای قوی‌تری بسازه و موزر قوی‌تر کار میکنه. چند تا راه وجود داره که من مغناطیس بیشتری داشته باشم. اولین راهش افزایش ولتاژه. مثلا به جای 220 ولت من 440 ولت مثلا به این ماشین اصلاح موزرم بدم. دومین راه هم اینه که تعداد دور سیمپیچ بوبین رو افزایش بدم. و سومین راه هم اینه که از آهن مرغوب‌تر و آلیاژ بهتری برای موزر استفاده کنم. خب من که نمیتونم ولتاژ رو زیاد کنم. ولتاژ برق ایران 220 ولته. من که نمیتونم 440 ولت بدم به موزر. از این بابت من دستم بسته است. پس میام تعداد دور سیمپیچ رو زیاد میکنم. شرکت موزر یک موزری ساخته به اسم موزر پریمات که داخل اون بوبینش سیمپیچ قوی‌تر و تعداد دور بیشتری داره. اگر میخوای از موزر قوی‌تر استفاده کنی حتما برید موزر پریمات بخرید. یک قاب سفید رنگی هم دارن که مشخص میکنه این یک موزر پریماته. از لحاظ آلیاژ هم شرکت موزر بهترین آلیاژ رو داره استفاده میکنه. میخوام این رو بهتون بگم که موزرهای فیک و بدل تکنولوژی ساخت آلیاژ شرکت موزر رو ندارن و اونها از آلیاژی استفاده میکنن
میکنن که مغناطیسش ضعیفه و ماشین اصلاح‌های فکر خیلی زود داغ میشن. چرا؟ چون آلیاژ خیلی خوبی استفاده نکردن. من راه تشخیص مضر اصلی و مضر بدلی رو ساختم، راجبش ویدیو ساختم، حتما برید اون ویدیو رو ببینید، خیلی به کارتون میاد. یک نکته دیگه، توی رشته برق ما یک مبحثی داریم به اسم زاویه خمش کاپی. به حداکثر زاویه‌ای که یک کاب یا یک سیم میتونه خم بشه و در دراز مدت آسیب نبینه بهش میگن زاویه خمش کاب. ساده شده این داستان این میشه که اگر سیم مضر در دراز مدت به صورت خمیده اینجوری یا به این حالت قرار بگیره، این سیم در داخل قطع میشه. مثلا 6 ماه یا 7 ماه مضرتون به این حالت باشه، سیم مضر از اینجا بهش فشار میاد و سیمش قطع میشه. توجه کنید که این سیم از داخل قطع میشه و شما اون رو نمیبینید و اصلا اینجوری نیست که شما فکر کنید مثل قیچی بریده میشه و نصف سیم میفته این طرف نصفش میفته اون طرف. شما اصلا قطعی سیم رو نمیبینید. در چنین شرایطی مضر به صورت قطع و وصل کار میکنه، خاموش روشن میشه. برای اینکه این اتفاق نیفته و سیم مضرتون به صورت صحیح و سلامت کار کنه، شما باید یک استند ماشین اصلاح بخرید و اینجوری به صورت عمودی ماشین اصلاح مضرت رو روی اون قرار بدید. اینجوری دیگه سیم ماشین اصلاحت خم نمیشه و هیچ اتفاقی براش نمیفته. مضر رو هم هیچ وقت اینجوری جمع نکنید. اگر مضرت رو اینجوری جمع کنی، این سیم مضر از اینجا بهش فشار وارد میشه و از داخل قطع میشه. به جای این کار سیم مضر رو اینجوری جمع کن. ببین، سیم مضر رو اینجوری جمع میکنی. خب بعد این دو شاخه رو باز میکنی، یه دور بهش میزنی، بعد این دو شاخه رو از یکی از این حلقه ها عبور میدی و مضرت به این حالت بسته میشه. این بهترین روشیه که میتونید مضر رو جمع کنید و بهش آسیب نزنید. کلا هر وسیله سیمداری رو مثل مضر اینجوری جمع کنید، مثل دریل، مثل سشوار یا هر وسیله‌ای که مثل مضر اینجوری سیم داره. نکته بعدی هم این که قبل از اینکه مضر رو روشن کنید، یک قطره روغن پارافین مایع به تیغش بزنید و اگر کارتون طول کشید هر 20 دقیقه یک بار یک قطره دیگه روغن به تیغش بزنید. من راجع به روغنکاری ماشین اصلاح ویدیو ساختم، اون ویدیو رو هم ببین، حتما به کارت میاد.